ولادیمیر پوتین روزی چهارشنبه با حبیب نورماگомедов ملاقات کرد. صحبت پرزیدنت روسیه با قهرمان UFC در وزن سبک در حاشیه فروم ورزشی در اولیانوفسک و در حضور پدر نورماگомедов برگزار شد. پوتین در این صحبت از جهش این ورزشکاری داغستانی از بالای پنجره میدان محاربه و زنازنی بعد پیروزی او بر کنور مکگرگور ورزشکار ایرلندی اشاره کرد. این نوع ورزش تجارتی است، اما به هر حال ورزش است و من با آنهای راضی هستم که فکر میکنند در این نوع ورزش نیز باید قاعده های معین رعایت شود و نه تنها قاعده هایی که در کاغذ نوشته شده است، بلکه قاعده های عمومی ورزشی و اخلاقی. حبیب نورماگомедов در نوبت خود از آن تأسف خورد که همه فقط درباره جهش او از بالای پنجره میدان محاربه صحبت میکنند. هرچند بد قوا آزمایی نکردم و در مقایسه با برخورد او و به حرمتیش به کشورم و والدانم من رفتار خیلی مناسب داشتم، اما بعضا من هم نتوانستم خود را اداره کنم برای آنکه در جریان بازی توطئه ادامه داشت. پوتین سخن حبیب نورماگомедов را قبول کرد و گفت که در داخل کشور همه یک عائله هستند. البته همه چیز اتفاق می افتد، در عائله همه چیز اتفاق می افتد، اما ما هرگز به خود اجازه نمی دهیم که از چهارچوبه خارج شویم. اگر به ما درفتند البته نه فقط تو بلکه همه ما می توانیم چنین جهش کنیم، اما بهتر است که کار تا اینجا کشانده نشود. رئیس جمهوری روسیه اظهار امید کرد که حبیب نورماگомедov و کنور مکگرگور مصالحه میکنند.